السلام علیکم بینندگان برنامه حسن بیان از شبکه تلویزیونی بهارستان. موضوع صحبت امروزه ما درباره قاعده‌های املای زبان تاجیکی. چنانکه به همگان معلوم است، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان باز به زبان رسانه‌های خبری ایراد گرفتند. گفتند که باید این مسئله های املا و علامت کتابت یک بار دیگر از نظر گذرانیده شود. از افت کار در زبان روزنامه های ما و رسانه های خبری دیگر غلط های بسیاری را مشاهده کرده اند. امروزها در همه مؤسسه ها فکر و ملاحظه های خود را دایر به املای زبان تاجیکی اظهار کرده ایستاده اند و امیدوار می شویم که املای زبان تاجیک و قاعده آن استوارتر می شود و این باعثی باز هم توانا گردیدن زبان دولتی ما، زبان نابی تاجیکی خواهد شد. در صحبت امروزه ما دایر به املای یک همصدا حرف ی سخن می رود. دوستان عزیز، در تاریخ خط ما چندین مراتبه دگرگونی و وابسته به این تغییرات در املای ما به میان آمد. بار اول سال 30 هنگامی که ما از خط عربی به خط لاتینی میگذشتیم، در قاعده های املای ما تغییرات خیلی بزرگ به میان آمد. آن تغییرات پیش از همه در آن است که بسیار آوازهایی که خاص زبان عربی هستند از بین رفتند، چون که با آن آوازهای صداناک و همصدا در زبان تاجیکی کلمه ساخته نمی شود، کلمه به زبان آورده نمی شد. دوم، چنانکه یکی از زبانشناسان مشهور ایران عبدالرحیم همایون فرخ در دستور زبان فارسی در سخن واپسینش نوشته بود، باید در زبان فارسی حرکت ها به حروف درآورده شوند، یعنی در داخل کلمه صداناک ها نوشته شوند و ما هم چنین کردیم، حرکت ها را به حروف وارد کردیم. باز تغییرات دیگر آن است که بنده که اضافی در آخر کلمه گاهی نوشته می شد، گاهی نوشته نمی شد. بعد از همه تغییرات در زبان سالهای 30 املای لاتینی بعضی کوشش های برای اصلاح زبان تاجیک و املای آن به میان آمده بود. این مسئله پیش از همه در حرف همصدای ی. در کلمه هایی که با همصدای ی به آخر می رسند و بنده که اضافه به آن وصل می شود، همصدای ی نوشته می شد و این قاعده به زبان ما قبول شده بود و در خط لاتینی در دوام 10 سال عمل کرد. شاید اکادمیک محمد جان شکوری به همین تاکید کرده گفتند که در کلمه هایی که با همصدای ی تمام می شود و بنده که اضافه به آن وصل می گردد باید همین همصدا نوشته شود، چون که خصوصا در زبان نویادگیران در مکتب
کلمه طرز دیگر نوشته می شود و تلفظ طرز دیگر. البته این مشکلی رو به پیش می آورد. بنابراین در الفبای ما تا به امروز روی زیبا می نویسیم و آن را روی زیبا می خوانیم. لیکن بسیار خوانندگان مؤسسه های تحصیلات عمومی در تلفظ همین گونه عباره ها غلط میکنند. بنابراین این پیشنهاد اکادمیک محمد جان شکاری برجا بود، اساس علمی داشت. بنابراین قاعده نوشت همصدای ی در عباره جاری گردید. این قاعده سال 1998 از طرف حکومت تاجیکستان قبول کرده شد. متاسفانه تا به امروز انا همین یک قاعده که خیلی به زبان ما موافق است و بسیار غلط های تلفظ نگه می دارد، رعایت گاهی می شود گاهی نمی شود. متاسفانه بعضی مؤسسه ها فکر و عقیده پیشنهاد کردند که همین عباره روی زیبا دو طرز استفاده شود. یعنی به طریق استثناء هم روی زیبا گوییم و نویسیم، هم روی زیبا گوییم روی زیبا نویسیم. آخر این یک گوشه آباد زبان را باز از سر نو خراب کردن به کی در کار است؟ بنابراین برای تصدیق همین فکر من چند نمونه ها می آورم که خصوصا ادیبان که نازکه های زبان را خوب می دانند به این تلفظ همصدای ی بیشتر اعتبار داده اند. نمونه ها: من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، اهل نابستن از آن به که بندی و نپایی. سعدی آن تب ندارد که ز خوی تو برنجد خویی. سعدی آن تب ندارد که ز خوی تو برنجد. خوش بود هرچی تو گویی و شکر هرچی تو داری. خوش آن که زبان پی دشنام براری. من دست برآورده دعاگوی تو باشم هلالی. پی دشنام دعاگوی تو باشم. در صحبت سفله چون درایی در صحبت سفله چون درایی، بی تب به سفلگی گرایی. ایرج میرزا. ای باد صبا طرف زا می آیی، از طرف کدام کفی پا می آیی. از کوی کی برخاسته راست بگو، ای گرد به چشم آشنا می آیی. هاشم شایخ افندی. مهر محکم شود ز خوشگویی، دوستی کم کند ترشرویی. مهر محکم شود ز خوشگویی، دوستی کم کند ترشرویی. اوحدی. چند نمونه از نثر بدیعی. گاه که گوینده از سرودگویی باز می ایستاد، نی چوپانی نواخته می شد. صدرالدین عینی. از سرودگویی نی چوپانی. سراینده را حافظ، زورمند را پهلوان بگویی خوش می شود، ولی نابینای را کور و ناشنوای را کر و بیموی سر را کال بگویی می رنجد. چرا این خیلی؟ گلبنه از گلزار معرفت.
ما از این دنیا چیزی ندیدیم. من دیدم، خاک دیدم. غیر زاید مرد چیزی نشنیدم. به یک خندی به دیگر گریه. در اینجا زاید و گریه با یه نوشته شده است. ما املای نوشت همصدای یه را چنین گروه بندی کردیم. یکم، عباره های اضافی: نی چوپانی، چای کبود، روی زیبا، بوی گل، موی دراز، کوی غریبان، توی عروسی. دویم، پیشنهای زیاده در زبان تاجیکی: از روی، بروی، بر روی، در روی، در روبروی، از سوی، به سوی، از پی، در پی، از کوی، در کوی، تا کوی، از پی، در پی، از جایی، به جایی، در جایی، تا جایی. سیم، اسمهای ساخته: بایی، باییگری، به جایی، به رویی، ناجایی، به شویی. چهارم، اسمهای مرکب: خوشبویی، خوشرویی، دلجویی، درازمویی، دستروشویی، مالپایی، درپایی، بدخویی، راستگویی، استخوانخوایی، روی جا، روی خاطر کردن، جوی بادام. پنجم، صفتهای نسبی: مویین، مویینه. ششم، فعلهای پاییدن، خاییدن، بوییدن، ساییدن، کاییدن، روییدن. بعد از اساس زمان حاضر فعل و اسم صفتهای با همصدای یه انجام یافته بنده که فعلی و خبری شخص دوم شماره تنها آید، در این مورد هم یه نوشته می شود: اگر نزدم آیی، اگر نزدم نآیی، دستت را شویی، تو بایی، تو بیجایی، تو دانشجویی و غیره. تو بری بندگان محرویی، با کنیزکان یاسمن بویی. سعدی فرموده است. هشتم، از بس که یاد بر سر یه جای یک آواز ای، موقع دیگر دو آواز را یه افاده می کند، لایق شعر علی برای غلط یا دخوره نخواندن کلمه بگیریم، گرفتن و گریستن، به جای یاد بر سر یه دو حرف یه نوشته است. بیا ای دیل به حال هم بگریم، به جان به مجال هم بگریم. زوال ما و تو پشتی در آمد، بیا پیش از زوال هم بگریم. بهاران گل شدم، از خویش رویدم، به امیدی که پوییدم. غبار راه شدم، راه دلیابی، به امیدی که گوییدم. مومن قناعت. چنانه که از این نمونه ها عیان می شود، شاعران نازکه های زبان را خوبتر درک می کنند. بنابراین هنگامی از نظر گذراندن قاعده های املا چنین پیشنهادها به نظر گرفته شوند. علاوه خصوص همصدای یه در آخر کلمه بیاید، بنده که اضافی گرد، یا در این موردهایی که در کلمه سازی و شکل سازی به یاد آوردیم باید نوشته شود. متاسفانه بعضی ها
در اعضا پیشنهاد کردند که هر دو طرز نوشت درست حساب کرده شود. آخر این زبان ما را به خرابی می آورد. با همه صحبت ما در این موضوع انجام می پذیرد. سلامت باشید دوستان جوان من.